حمله‌های ایران و اسرائیل به کشورهای همدیگر. ایران شام 7 ایان به چند نقطه در اسرائیل ضربه زد و در پاسخ ارتش اسرائیل نیز ایران را بمباران کرد. به نوشته رسانه‌های اسرائیلی، ایران به اسرائیل 10 موشک پرتاب کرده است که تلفاتی در پی نداشته است. این نخستین حمله موشکی ایران به اسرائیل از زمان برقراری آتش‌بس 8 اپریل است. حمله ایران به اسرائیل چند ساعت بعد از آن رخ داد که ارتش اسرائیل منطقه زاهیه در جنوب بیروت را هدف قرار داد. زاهیه زیر نظارت گروه حزب الله است که از سوی ایران حمایت می شود. آمریکا و اتحادیه اروپا حزب الله را گروه تروریستی می دانند. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا یا ستاد مرکزی نیروهای ایران حمله موشکی به اسرائیل را تصدیق کرد. این ستاد تهدید کرده است که اگر حمله های اسرائیل به بیروت ادامه یابند، حمله های ایران کوبنده‌تر و پشیمان کننده خواهند بود. اسرائیل صبح دوشنبه 8 ایان به چند نقطه در غرب و مرکز ایران حمله های هوایی انجام داده است. خبرگزاری فارس از قبل منابع محلی از ترکش‌ها در منطقه تهران، تبریز و اصفهان خبر داد. کاربران شبکه‌های اجتماعی از شنیده شدن صدای ترکش در تهران، اصفهان، تبریز، ارومیه، کردستان و کرج خبر می‌دهند. رادیوی آزادی مستقلانه این گزارش‌ها را تصدیق کرده نمی‌تواند. بینندگان عزیز، تفصیلات این خبر هر ساعت در سامانه رادیوی آزادی با نشانی آزادی.org پخش می‌شود.